رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک با توجه شما گفتار 22 از رمان تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهساد هایجا. مرحمت گوش کنید. و حال و اعمال در امارت بخارا چنین بود. 300 سال پیش به همین دانش و بینش عمر به سر می بردند و الحال هم دانش همان است و فهمش همان است و بینش همان. و 300 سال باز 4 حاکم امارت، امیر و وزیر و قاضی و رئیس در خدمت و گرفتار نفس خود بودند و خدمت کس به یاد کسی نمی رسید و همیشه با شرفان از خدمت دربار می گریختند و بی شرفان دوم میلی کندند و تعظیم زمین بوس به جای می آوردند و کتابخانه ها تدریجاً نیست شد و مردم کتاب نمی خوندند و 93 حصه ملاها به لفظ بیگانه می خوندند و معنایش را نمی فهمیدند و در مدرسه ها از طب و طبابت، از علم آب و زمین، کشت و باغ و کان و معدن درس نمی دادند و هر قوم و قبیله‌ای که وحشی‌تر و خونریزتر باشد غالبتر به حساب می رفت و نظام دولت غفلت و غارت و تاخت و تاز و حرم و کنیز و خوردن و زینا بود و سیاست دولت و غایه ملت به خرافات غرق شد و روزگار خلق به جای رسید که جوانمردان یک دهه یک جامعه دامادی داشتند که با نوبت و سال به سال می پوشیدند و یک خانواده یک ایزار داشت که با نوبت پوشیده کوچه می برآمد و منصبداران ملک از طرف دولت معاش ماهانه و سالانه نمی گرفتند و هرچی ثروت و داراییشان را بار گردن بیوه و بیچاره می کردند و با جبر و ستم زمین، غله، میوه و اسب و خر و گوسفند و بوزشان را کشیده می گرفتند و آدمانی غیور اسیان می کردند و گماشته روسیه در بخارا ساموف به امیر مصلحت داد. می خواهید که آرام و آسوده زندگی کنید؟ می خواهید؟ پس به منصبداران معاش دهید. ماهانه دهید که آنها خلق بی این هم مفلس را خودسرانه طلب و تاراج نکنند. زندگی خلق آسوده باشد، سلطنت شما هم آسوده می شود. ما این خیل رسم و عادت نداریم، ریش هلال کرد امیر. خودی من بیکی قرشی بودم. می دانم که به دخل از حساب مردم بیکی گری کرده نمی شود. اگر آن را من کنیم به همه منصبداران معاش دادن لازم می آید. یک درد سر زیادتی. و قربان مراد مفتی هم در سر چنین عقیده بود که ساموف می گفت و 7 حصه ملایان امارت بخارا که از باطلاق خرافات رهیده به حال عالم و روزگار آدم با چشمی کشاده و گوش شنوا می نگریستند، غم می خوردند و تلاش داشتند که یک روزگار نوی برای مردم ضرور است و حکمداران باید که طرفدار و دستگیر صلاح کار باشند، چون که اگر چنان نشود عاقبتش وای و واویلاست. و به شرع شریف تفسیرهای نو می نوشتند و جدول درس ها را تغییر می دادند
و مکتب‌های نو می‌گشودند که طلبه در یک سال خواند و نوشتن را برابر یاد گیرد. و شرکت‌ها و اتفاق‌ها پیدا می‌شد که دست به دست مشکلی را آسان بکنند و شرکت‌ها و اتفاق‌ها مبلغ‌های مشترک می‌آوردند و خرج سفر طالبان علم و خرج نشر کتاب و خرج تأسیس روزنامه می‌کردند. و امیر همه آنها را دشمن دین و ایمان و دشمن امروز و آخرت خلق و خلایق دانست. آنها را تعقیب کرد، بدرقه کرد، حکم قتل برآورد و در تاریخ امارت بخارا نخستین بار تشکیلات‌های ارضی وجود کرد که گروه آدمان یک جا شدند و با امیر وقت در مقاومت ایستادند و سخنها گفتند و مقاله و رساله ها نوشتند که زندگی در بخارا بسیار بد است، آن را خیلی خوب کردن ممکن است. و مقاومتگران در آغاز کار زبان یک کردن نتوانستند و در نیمه راه به جدیدان قدیم و جدیدان نو جدا شدند و در سیاست و مقصد به دو محراب روی آوردند، به ترکیه عثمانی و به روسیه انقلابی. و بیسر و سامانی در جامعه چون همیشه بازار فالبین و غیبدانها را گرم کرد و کرامت‌های بی ساجیده بیوه سید مراد قشبگی نقل صحبت در خانه‌ها، در مهمانخانه‌ها، در کوچه‌ها، در بازارها و حتی در مدرسه و مزارها بود و مرتبهش به پایه برآمد که خرد و کلان و حاضر و غایب با احترام او را بی ساجیده ولی می گفتند. و از نام و زبان بی ساجیده ولی روایت پهن شد که فرشته آبادی، همون فرشته‌ای که ارواح سید مراد قشبگی رفته از آسمان هفتم به امارت بخارا آورد، حالا اعمال کثیف ملک و خلق را دیده سخت به غضب آمده است و 44 ملائکه را که کفیل آبادی این سرزمین تعیین کرده بوده است سخت جزا داده است که تو عیش و عشرت خودت را مقدم از خدمت خلق دانستی. رو جای تو دوزخ، وی حرامخوری کرده است، رشوه گرفته است و حق را ناحق و ناحق را حق گفته است، رود به جهنم. شمایان روی خاطر یک نان روغنی و یک پارچه متاع رنگین خوش آمد گفته اید و لگم برداری کرده اید و رسالت انسانی به یادتان نآمده است. همه‌تان واجب القتل و برای اصلاح کار یک کمیسی با نفوذ فرستاده است که بینید سبب ویرانی چیست. و در 28 بیکیگری و 9 تومن امارت بخارا فقط از این بابت گپ می زدند و می گفتند که فرشته آبادی به رئیس کمیسیون سپارش داده است و تاکید کرده است که شما در کار خیر سست نبیایید و با منصبداران بی انصاف امارت همان کاری را بکنید که من با ملائکه های بی پروای و بی مسئولیت کردم. و خلق 28 بیکیگری و 9 تومن به امید بودند که کمیسیون سببهای ویرانی را می یابد و سببکاران را به جوابگری می کشد و بخارا آباد می شود، قطار مملکت های سیر و پر می شود و فرشته آبادی قول داده است که من بعد خودی من سر و سامان کار امارت بخارا را نظارت می کنم و مردم باور می کردند. سلطنت عدالت. دلمراد عزیز مراد بی خانمان شد، حولش را سوزاندند و در شهر دوشنبه و ناحیه‌های حصار، کافرنهان، نورد، دنغره، سربند، وخش و عقبه‌های فخرآباد و یاوان جنگ‌های بی ترتیب تا رفت اوج می‌گرفت و امنیت دولت را کسی حمایت نمی‌کرد. وزارت کارهای داخلی اعلان کرد که ما به جنجال شما دخالت نمی‌کنیم
мо бетараф. کمیته بخطری دولت تماشابین شد که خودتان جنگ کردید، خودتان حسابتان را یابید. و دولت بی صاحب ماند، هرچند که دسته های سر دسترخوان منصب نشسته بودند و مجلس و مشورت ها می گذراندند و مراجعت نامه ها نشر می کردند و قرارها می برآوردند. تأثیر به وضع حال نداشت. گروه های درگیر با یکدیگر کشی و غارتگری مشغول بودند و خلق در خانه خودش، در وطن خودش گریزه شد و اکنون نه فقط آب نهر شفت دیه دلمراد، بلکه حولی ها، انبارها، گرمخانه های لیمو، افتبازه ها می سوخت و دلمراد هم از وادی وحش فرار کرد. وی دست و پا و گرده سلاح گرفتن و جنگ کردن داشت، ولی سلاح نگرفت، جنگ نکرد. سخت بی‌معنی بود این جنگ به فهمیشش. با کی می جنگی؟ برای چی می جنگی؟ به مقابل پدر و مادر و برادرت؟ برای منصب گرفتن این و آن نماینده محلت؟ جنگ را هم بدنام کردند این افتمداران نو برآمد. و دلمراد از اداره سود عالی که به امید شغل یافتن رفته بود ناامید برگشت به خوابگاه فابریک بافندگی. فابریکه کار نمی کرد. خانه های خوابگاه از نیست زیاد خالی بود و گریزه ها پناه می بردند و او هم. رئیس سود عالی در کدام یک مشورت بوده است و 2-3 شناسش را دید و آنها گفتند که حالا سگ صاحبش را نمی یابد. یگان علاج روزگذرانیت را خودت یاب، در اینجاها هیچ امیدی نیست. و خواه در خانه بنشیند و خواه به کوچه براید و خواه بیدار باشد و خواه در خواب اندرون مغز سرش دیدنی های امروزه و نوشته های آن دفترهای کهنه پی هم می اومد و چرخ می زد و مقایسه می شد و سرش و دلش درد می کرد. هدفهای بزرگی داشتن آدمان. کو آن هدفها؟ بدین پستی، بدین ناچیزی. و زمین در جایش بود، اما زمانه تگرو می شد و شمشیر جنگ می کرد، مردانه و نامردانه، و پول چون همیشه صراف و جلاب و قلاب داشت و به تگرو شدن زمانه در امپیری روسیه که ولایت سمرقند تابع آن بود، عزیزمراد روزیمراد یک مرد اولاد به اولاد، حقیقت جو و عدالت خواه که از نسل به نسل می خواستند و می جستند ولی نمی یافتند و سرگردان و آواره می شدند، با میل خاطر و آب تقاضای خصلت به میدان درآمد و جان دریغ نداشته برای خدمت به این عقیده و به این مبارزه کمر بست که ترتیب زمانه را دیگر باید کرد. بدانید و آگاه باشید. از منبر مراجعت کرد وی به توده کارگران زاودی پخته و روغن که به طرفداری حاکمیت شورایی اغون آمده بودند. زمانه کهنه بلای جان ما و شما بود، زمانه نو دوای جان ما و شما می شود. ما و شما اگر نظام دولتداری کهنه را ریشه‌کن نکنیم، دانسته باشید که نوش را ساخته نمی توانیم. و این شعار و دعوت نو نبود. سخنی از دل برآورده عزیزمراد هم نبود. از پتربورگ و از مسکو آمده بود و عزیزمراد ورقه می نوشت و در روزنامه ها مقاله چاپ می کنند و در معرکه های کارگر و دهقان وعظ می گفت که پیش از این کمونیسم یعنی برابری شاه و گدا افسانه بود، یک آرزوی شیرین دیری نبود و از روزی که قلم و دفتر وجود دارد آدمان یافت شدند که شکستن کهنه و ساختن نو و دیدن یک جامعه برادر و برابر انسان را
می‌خواستند و در خیالشان آنگونه شهرها و ملک‌ها را بنیاد می‌کردند و در کتاب‌هایشان می‌نوشتند، ولی نیافتند و نگفتند که چنین جامعه‌ای عادلانه را کی می‌سازد و چطور می‌سازد. به این سوال جواب نبود و آنها این معمای سربسته را گشاده نتوانستند و بیچاره ماندند و عاقبت به قضا و قدر حواله کردند که خودت آفریده خودت حسابش را یاب. خودتان می‌دانید که از آغاز ظلم تا به امروز نه قضا تغییر حال کرد و نه قدر پروای روزگاری بدی ما و شما داشت و امروز آن کورگیری را کشادند. مارکسیسم کشاد، از هر کشفیات علمی مغزش را گرفت، از بحر پوستش گذشت و ثابت نمود که عیب در قضا و قدر نیست، عیب در خودمان است که مقام انسانی امان را نشناخته ایم و قدر خود را نمی دانیم و حق خود را گرفته نمی توانیم و متحد نشده ایم که جامعه به مراد دلمان بسازیم. اکنون آن روز فرا رسید و فعله و دهقان حقش را شناخت و از یک گریبان سر برآورد و در ششکی روی زمین انقلاب شد و عدالت غالب آمد و گفتارها عاقبت به کردار راه گشاد و این راه را در تاریخ بار اول ما و شما جبر دیدگان و ستم کشیدگان طی می‌کنیم و در عمل به چشم جهانیان نشان می‌دهیم که کمونیسم افسانه نیست، یک امر واقع است و اینک نمونه‌اش ببینید و عبرت بگیرید. و مبلغان کمونیسم در گهواره انقلاب شهر پتربورگ به همین زبان گپ می زدند و در مسکو و خارکوف و در تیفلیس و بادکوبه و در قزان و تاشکند به همین زبان وعظ می گفتند و ترتیب کهنه را محکوم و ترتیب نو را حاکم می کردند و این همه سخنهای خشک و خالی نبود، ثمر می داد، از لفظ به عمل می آمد و زحمتکشان نتیجه هایش را می دیدند و شهدش را می چشیدند و به چشم جهانیان نشان می دادند. نشان می دادند که بیبی حلیمه یک بیوزن سیرفرزند در زمان کهنه هر شب پیش از خواب لخچه علاوه آتشدانش را تگی خاکستر گور می کرد تا که صبح دیگر برآرد و پوف بکند و باز علاو در گیراند و اگر لخچه مرده باشد سری صبح خاکستردان به دست به در همسایه ها می رفت و یک پاره لخچه می طلبید و به خانه آورده علاو در می گیراند. اکنون به شرافت حکومت شوروی و نه به لخچه گورکنی احتیاج دارد و نه به طلبیدن از در همسایه ها. حالا خانهش پوری گوگرد و گوگرد را حکومت در دکان می فروشد و بابا ملک چوپان چراغ میلملکش را که از بابایش میراث مانده است و یک لب سفال پچقی است که روغن انداو می انداخت و پیلتش پخته تافته بود و دود تلخش چشم و گلو را می سوزاند و نورش سراب آدم را خیره روشن می کرد، بیرون پرورده پرتافت. اکنون وی چراغ لامپه داشت با حوض کرسین، با دسته و سرخانه و پیلته بافته و شیشه و صابون زاود فراوان شد و برای محو بیسوادی مکتب‌های شبانه گشاده شدند که آدمی بیسواد به حکم کور است. زمان کورکورانه زندگی کردن گذشت. خلق شوروی باید که عاقلانه زندگی کردن را یاد بگیرد، وگرنه چی فرق میماند بین فیودالیسم و سوسیالیسم؟ و بچه های بیپرستا را از کوچه ها غنداشته به صغیرخانه ها بردن که خرج خوردن و پوشیدن و خوابیدن
و تعلیم و تربیهش به عهده دولت بود و سابق حمالان زاود پخته و راه آهن کارگر نام گرفتند و به آنها جای خواب دادند و در دیوارهای بینای زاود تیریزه شناندند که روشن بشود و هوا کشک ساختند که هوایش تازه باشد و در دهه باغ بلند عزیز مراد مجلس گذراند، مجلسی کمبغلان که اتفاق میبایست برپا بکند و معرکه تشکیل اتفاقا در اوج بود و اهل همه گونه کسب و کار در اتفاق اعضا می شدند و به عرصه وجود آمد اتفاقای بافندگان، مشکابان، عرابکشان، سیستان و مجلس کمبغلان در مسجد به یک معرکه حق طلبی و عدالت خواهی شباهت داشت که با جوش و خروش می گذشت. خوب، اتفاق جفتگران شد. از این به ما چی فایده؟ کی حقی اعضا شدن دارد و کی نی؟ تا این وقت هم ما جفت می کردیم و هشتکی حاصل را می گرفتیم. من بعد چه خیل می شود؟ من یوغو آماش دارم، دیگری گاورانه هم ندارد. حق و حقوق فرق می کند یا برابر است؟ و عزیز مراد به سوالها جواب داد. جفتگران که متحد شدند حق خود را به زمین، به آب، به کار، به حاصل یک جایه حمایه می کنند. دیگر کسی آنها را فریب داده نمی تواند، استثمار کرده نمی تواند، زمینش را گرفته نمی تواند، حاصلش را غارت کرده نمی تواند. دستی به دست زحمت می کشند، پهلو به پهلو می ایستند، روزگار آسایشته سیر و پورشان تامین می گردد. انا فایده همین. هر یک کمبغل حق دارد که اعضای اتفاق جفتگران شود. کسان میان حال هم اگر به شرطهای اتفاق راضی باشند. لیکن در این اتفاق به مفتخوران، استثمارگران، بیکارخوجه ها، زحمت گریزان جای نیست. من بعد 4 یک کار و 8 یک کار گفتنی گپ‌ها نیست. هر کس برای خودش و برای همه کار می کند. حق حلالش را خودش می گیرد. دیگری حق ندارد که به مال وی دست دراز کند، زیرا که صاحب خودش است. برای یگان صاحب دیگر کار نمی کند، برای خودش کار می کند. هر کی هر چی دارد خودش استفاده می برد. خواهد به دیگران یاری بی‌غرضانه می رساند و دیگران هم به او خالصانه دست یاری دراز می کنند. و آواز دادند و اتفاق جفتگران را تشکیل کردند و نامگوی اعضایان را نوشتند و قرار برآوردند و شب فرا رسیده بود. عزیز مراد امکانی به شهر برگشتن نداشت و نیازبای بنا به عادت دسترخوانداریش و اندیشه آن که عملدار مهمان خانه او باشد بین مردم آبرویش بلند می شود و از عملداران شناس همیشه منفعتی می رسد و وی نزدیک آمد. امشب مهمانی ما شوید و عزیز مراد رد کرد. حکومت شورا حکومت کمبغلان، من نماینده همین حکومت مهمان کمبغلی می شوم و او به مهمانخانه وسیع و روشن و آراسته و سرناز و نعمت نیازپاینی به کلبه پاخص دیوار و تنگ و تاریک حسن جولین رفت که صاحب خانه نه برای مهمان بلکه برای اهل خانواده خود جای و اسباب ضروری خواب نداشت و خالقداد بیزمین خدمتکار در ایشان بابا امین هنگام تقسیم زمین از گرفتن حقش رو گردان. نمیگیرم زمین کسی دیگر را، حاصلش حرام است به من. فردا روز قیامت چی جواب میدیم؟ تنابگر شرح داد: ای مرد که غفلت زده و دنیا بی خبر، همین قدر فهم نداری که زمین مال خداست و برای بنده های خداست. تو هم بنده خدا هستی و تو هم به زمین حق داری. میدونم به زمین حق دارم. زمین ما را پدرم در وقتهای جوانیش فروخته پدرش را گور و چوب کرده است. 43 سال شد که من بی زمین، لیکن
زمین کسی دیگر را نمیگیرم. گفتم نمیگیرم. شما گفتار 22 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان عزت الله جان محمد، صدا بردار خانبیبی ارگش، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.